چون پارتای دیگه ما اینجا نبود دوستشین گفتم یه بار دیگه هم بیام براتون ویدیو بگیریم. بچه این چالشه خیلی توی تیک تاک مود شده. این پاستیلا رو میبینین میومدن یه دونه فلفل و اینجوری میذاشتن و یه دونه پاستیل. حالا پاستیل نه چیز دیگه. بعد یه دونه تاس می آوردن، یه دونه در می آوردن. به تعداد همه آدم ور می داشتن و اونی که بهش می افتاد اون یارو اون فلفل رو باید بخوره. امیدوارم به من نیفته چون لازم عادت ندارم من فلفل بچه اینطوری نمیشه. کشکی فیلیزر می آوردن آدمیه. خب بچه ما نمیتونیم ببینیم ولی اوکیه. ما یه ذره بید عقب‌تر قشنگ ببینیم بچه ما نمیبینه. خب بچه میخوایی از اون میشن از قشی اینجوریه که گفتم. خب بریم 1 2 3 سنکاز قیچی سنکاز قیچی سنکاز قیچی منم نه همه رو 4 تا ما 4 تا خاله 4 تا 6 تا 4 تا نداشتی 4 تا 5 نه یه دونه دیگه بنده بلند بنده 3 تا رو برده من باید بنزم تا 2 فلفل هم باید بخورید. وای خورم چه فلفل اینجاست. خدافظ خدافظ بچه ها. بای بای.